بسم الله الرحمن الرحیم. درود تانران عادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 187 مهندسی جهل رو با تورق یک کتاب ترکی قدیمی چند صد ساله نسخه خطی یا اصل نسخه رو به زبان ترکی و ترکی تخصصی رو آغاز میکنم. امیدوارم که با هر باری که شیرجه میزنیم به دل تمدن مکتوب، دل تمدن فکری، دل تمدن عاطفی، دل تمدن اخلاقی، دل تمدن فلسفی و فکری، دل تمدن عرفانی دینی ترک ها به همون میزانی که در درون این تمدن ها وارد میشیم به همون میزان از تمدن جهل دور بشیم و رابطمون از تمدن جهل قطع بشه. من شخصا تلاش میکنم که خودم رو در تمدن غرب، در تمدن ترکی، در تمدن‌های مختلف ترکی غرق بکنم و خودم رو از ارتباط خودم رو از تمدن جهل و جهالت 250 سال گذشته قطع بکنم. چقدر خداوند توفیق خواهد داد، الله توفیق خواهد داد تا از این جهان قطع رابطه بکنیم و به جهان ترک بازگردیم، جهان ترک و مسلمان بازگردیم. این خود حرف حدیث دیگری است، اما شکر الله رو که امروز یه مجال و یه فرصت دیگری، یک عمر دیگری رو به ما داد و امروز میخواهیم در سایه لطف الله تبارک و تعالی با یک ثمره دیگری از فکر پدرانمون، از تلاش پدرانمون آشنا بشیم. و این دست کم از خوشبختی نیست، شاید بخشی از خوشبختی من در همین هستش. خب بریم. ما دیروز کتاب‌های خیلی زیادی رو دانلود کردیم. در هر ردیف 5 کتاب هست. اگر از اینجا بگیریم 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 162 کتاب دانلود کردیم. خب در حدود 5-6 ماه کتاب دانلود کردیم که اگر عمری باشه الله تبارک و تعالی لطفی عنایت بکنه و هر روز با یکی از این کتاب ها عشق بکنیم و خودمون رو بازآفرینی بکنیم، عقلمون رو، فکرمون رو بازآفرینی بکنیم، من فکر میکنم که به یک تخصص در حد لیسانس در زبان ترکی، حداقل در زبان در خواندن زبان ترکی با دست خطها، یعنی کتاب‌های خطی رو بخوانیم، در اون حد خواهد بود. یعنی یک لیسانس، ولی تخصص بسیار زیبایی، برای اینکه ما در دوره لیسانس خب یه مقدار تاریخ خوندیم، یه مقدار زبان فارسی خوندیم، یک مقدار نمیدونم ادبیات حالا عربی خوندیم، یه مقدار تاریخ اسلام خوندیم، یه مقدار نمیدونم تحقیق، مثلا 6-7-8 ماه تحقیق خوندیم و از این حرفا دیگه، آمار و فلان و اینها خوندیم. مجموعش اگه حساب بکنید در هیچ درسی به اندازه‌ای که مثلا به اندازه 100 واحد درسی یا 200 واحد درسی ما فقط یک تخصص خونده باشیم وجود نداشته و نداره. ولی الان من دارم چیکار میکنم؟ الان دارم روی خواندن نسخ خطی ترکی قدیمی چند صد ساله تخصصی دارم کار میکنم و این یک ریز روی اون کار میکنم. یعنی اگر روی هر کتابی تا الان فرض بکنید که 186 تا رو رد کردیم، 186 جلسه و هر جلسه اگر ما بذاریم 1.5 ساعت، اینجا حساب بکنیم 186 ضرب در 1 ساعت و 30 دقیقه
این نشد. اینو بزنیم 1 ساعت و 30 دقیقه میشه مثلا 241 ساعت و 8 دقیقه روی هم رفته. ما چیکار کردیم؟ تخصصی تا اینجا خوندیم. به نظر من بیش از لیسانس، دوره لیسانس در هر رشته‌ای که باشه، مثلا روزنامه نگاری و روابط عمومی که رشته تخصصی اصلی من بود، اگه این رو حساب بکنیم در اونجا شاید درس‌های مرتبط با روزنامه نگاری عملی و نظری و اینها کلش جمع بکنیم شاید حدود بشه 100 ساعت 120 ساعت، دیگه بیشتر از این فکر نکنم باشه. ولی اینجا تا الان من 241 ساعت حداقل در روی زبان ترکی و حالا 1-2 ساعتش اگه کم بکنیم که چاپی بوده، روی کتاب‌های دستنویس خطی قدیمی در رشته‌های مختلف علمی دارم متمرکز میشم. خب من از نظر علمی در زبان ترکی بسیار بسیار ضعیفم، در نتیجه با لغت‌های قدیمی که زبان ترکی داشته و تخصصی بوده و علمی بوده و دینی بوده، و حالا دینی رو یه مقدار آشنایی دارم به هر حال، یا فلسفی رو یه مقدار آشنایی دارم، ولی به خصوص بیماری‌ها یا بعضی چیزهای دیگری که خوندیم در اینجا مثل استرولاب و ستاره شناسی و اندازه‌گیری زمین، حتی ریاضیات، اینها رو خیلی دیگه باهاش چیز ندارم، ولی خب در خوندنش دارم تلاش میکنم و این خیلی خوبه. یعنی زمان هم برای من خیلی کم صرف شده. یعنی اگه قرار بود همین مقدار رو برم در یک کشور دیگری در یک دانشگاهی تحصیل بکنم، شاید حداقل 2 سال فرصت زمان عمر من رو میگرفت، رفت و آمد و اینها رو میگرفت. ولی خب من دارم چیکار میکنم؟ خودم روی خودم سرمایه گذاری کردم تا الان. امیدوارم که دوستانی پیدا شدن که قرار شده انشاءالله کمکم بکنن، با کمک اونها من بتونم این رو علمی تر دوام بدم و علمی تر یاد بگیرم و همچنین زبان ترکی رو از ریشه یاد بگیرم. امیدوارم که به اینجا برسیم. خب ببینیم امروز چه کتابی برای ما شانس ما یاری میکنه که امروز با این کتاب آشنا بشیم. کتابی که باز کردیم اسمش هستش تاریخ منگبلر بیرینجی دفتر. حالا این چند تا دفتر بوده، من اگه یادم باشه 9 تا دفترش رو دیدیم. این دفتر 222 صفحه است که در 119 صفحه PDF جا گرفته. خب من حالا در هر دو صفحه کاغذی رو در یک صفحه PDF جا دادن، در نتیجه ما با یه چنین وضعیتی مواجهیم. البته بریم ببینیم این چی هستش. این خودش خب کتاب بسیار گسترده‌ای هستش در 9 جلد حداقل، یعنی هر جلد اگر 200 صفحه باشه حدود 1800 صفحه این یا 1700 تا 800 صفحه، شاید هم بیشتر شاید هم کمتر، این صفحات این کتاب باشه که در مورد منگبه ها هستش. حالا بذارید ببینیم این از نظر ظاهری چی هستش. از نظر ظاهری جلد رو باز کرده، ما جلد و صفحه اول کتاب رو میبینیم. در اینجا کتابخانه سلیمانیه رو میبینیم که مهرش اینجا خورده در پایین و شماره رو زده. و در صفحه بعد که حالا دقت بکنید اینجا ما با خطهای آبی در صفحه مواجهیم. این نشون میده که این کتاب خیلی قدیمی نیست، برای اینکه این خط آبی جدیده، یعنی حدود شاید 300 سال یا 350 سال حد اکثر عمر این خطهای آبی در کتاب ها باشه. فکر نکنم هم اونقدر باشه، ولی خب این هستش. حالا در صفحه اول یه اعدادی رو میبینیم که بر اساس، حالا اینجا ظاهرا بعدن این کار رو کردن، بر اساس حروف لاتین اینجا یه چیزایی رو نوشتن و بر اساس اونها دوباره نمیدونم این چی هست. 102 صفحه نوشته ولی این 102 صفحه نیستش در مورد اینها. و اینجا 1964 حالا و این 14 میشه 1978. این قضیه تاریخ، این دو تا تاریخ چی هستش نمیدونم. اینجا با صفحه اسم کتاب مواجه هستیم که به عربی، ترکی عربی نوشته شده و در زیر احتمالاً همون رو با لاتین داریم که من نمیدونم چی هستش.
برنجی دفتر. شیشلی، حالا اینجا شیشلی یه منطقه‌ای هستش در استانبول فعلی که در گذشته خودش برای خودش یه شهری بوده یا یه منطقه مستقلی بوده. ایرمی، حالا اینجا یه تاریخی نوشته ثانی 1964 پرشنبه جونی، یعنی روز جمعه شامی، ساعت 12:20 ظهر احتمالاً این رو شروع کرده به نوشتن این دفترها. یعنی از این لحظه به بعد شروع میکنه بو دفترین اکمال تاریخی. حالا در چه تاریخی این رو تکمیل کرده؟ 1019 مایس. دقیق کنید بالا چیه ثانی نوشته بود، یعنی به عربی نوشته بود این رو، ولی در پایین این رو به لاتین می نویسه، یعنی زبان ترکی دیگه اینجا تبدیل میشه الف باش. 19 مایس 1974. اینجا همون رو خواسته بگه که 14 سال وقت گذاشته برای نوشتن این. در چه تاریخی؟ در ساعت 4:20 عصر این کتاب رو تموم کرده. پس البته بین 64 تا 74 10 ساله، 10 سال نه 14 سال. این شاید به همون نیستش که اینجا میبینیم. این 10 سال چند ماه احتمالاً کم و زیاد این کتاب برای نوشتنش فرض کرده. این کتاب خیلی دستخطه، یعنی دستخطی هست بگیم که چرک نویسه، این پاک نویس نشده. در نتیجه خیلی سخته خواندن این کتاب. من حالا این رو فقط بهتره باهاش آشنا بشیم. این یک میراث تاریخی برای ما هست. من دوباره صفحه رو کوچیک میکنم که از همین هم بیشتر کوچیک نمیشه. این مجموعه صفحه رو که داخلش جا میگیره 12 چارشاق تاریخی یا چرشاف تاریخی. احتمالاً چرشاف چادری که الان در ایران هستش. چرا چادر بهش گفتن؟ این چادر جاییه که برپا میکنن، زیرش میشینن از گرما و سرما احتمالاً و از چیز، به هر حال این چیز دیگریه. ولی رفتن به این لباسی که به تن زنها به زور کردن، به خصوص به تن زنهای ترک، چون زن ترک چرشاف نداشته در تاریخ، هیچ وقت نداشته. لباس سنتی ترک ها متفاوت هستش و امیدوارم یه روزی برسه که تمامی دختران و زنان ما با افتخار برگردن این لباس رو بپوشن، برای اینکه جزو ثروت‌های ملی یک مملکت هستش که توریست‌ها به خاطر دیدن یه چنین چیزهایی به اون مملکت. الان وقتی میرن ایران توریست‌ها، چیزی که میبینن اینه که اروپاییان، همه لباس اروپا به تنشون کردن، همه یک مثلا جوراب، یک کفش پاشنه بلند، یک دامن، یک نمیدونم حالا لباس این بالا و سرشون هم یه چیزی گذاشتن. یعنی سبک اروپایی. این برای چه ارزشی برای یک اروپایی داره، یک آسیایی داره که بره اینجا رو نگاه بکنه؟ هیچ تفاوتی نداره. همه این انسان ها از شرق ایران تا غرب، از شمال تا جنوب ایران رو رضا شاه تبدیل کرده و رضا شاه و محمد رضا و خامنه‌ای و خمینی تبدیل کردن به یه در ظاهر اروپایی شدیم. در ظاهر اروپایی شدیم، اما مغز ما، رفتار ما، عقلانیت ما، اجتماع ما اروپایی نیست. ولی اروپایی برای چی؟ یه توریست برای چی میاد اینجا؟ میاد که تفاوت‌های اجتماعی، تاریخی، رفتاری انسان‌ها رو ببینه. میاد اینجا. خب اگر عرب‌ها رو، بلوچ‌ها رو با لباس خودشون میدید، از اونجا ترکمن رو، قشقایی رو، لور لورگیرک رو، مازنی رو، عرب رو، ترک آذربایجانی رو در لباس‌های بومی خودشون میدید، با تنوع پوشش اونها، با رنگارنگی پوشش اونها، در این حال متوجه میشه که در عروسی یک نوع لباسی میپوشن، مثل اروپایی‌ها سفید نمیپوشن، در عزاداری یک نوع لباسی میپوشن. حالا اینها رو اگه فقط از ظاهر اینجا با تنوع اجتماعی، با زیبایی و رنگارنگی این مانیفست این منطقه، در گلستان این منطقه آشنا میشد. ولی الان چی؟ الان میاد از این سر تا این سر میبینه همه زنها یک شکلن. حالا اخیراً هم که این جراحی های صورت و لب و بدن و اینها، جاهای مختلف بدن هم که اینها رو همیشه همه رو تبدیل کرده به یک مدل، به یک
عکس، به یک بگیم که چی، به یک هنرپیشه، به یک مدل لباس، همه زنان تقریبا دارن به یه شکل در میان. یعنی مردها لازم نیستش که به خاطر این تنوع عاشق زنهای مختلف بشن، عاشق یه زن بشن، همه تقریبا عاشق، همه به یک شکلن. به این قدر بدبختی تو این جامعه تحمیل شده، انسان ها فکرشون به این قدر کوچیک شده. خب حالا احتمالا این چرشاف همون باشه. از اینجا رفتیم به کجاها؟ خب بریم ببینیم که در صفحه های بعدی رو هم ببینیم. این کتاب 119 صفحه هستش. در نتیجه خیلی چیز اینجا میبینید که با عدد 2 صفحه ها رو شماره گذاری کرده. میبینید که بعضی از کلمات رو مراجعه کرده به متون لاتین و اینجا از کلمات لاتین برای مشخص کردن اونها استفاده کرده. میبینیم که بعضی جاها اسامی لاتین رو به کار برده. حالا امیدوارم که این نویسنده ما اومده باشه و حالا اینجا مثلا بخش د، اینجا حالا اینجا این بخش A کجا بوده که رسیده به D، اینجا B هست، مثلا یه B گذاشته بود، اینجا اومده یه D گذاشته. این A B ها D C E A F G هایی که لاتین بود در اول صفحه دیدیم، اینها همین صرف هست. من الان در صفحه 5 با A مواجه شدیم. احتمالاً این بر اساس یک نوع، مثلا اینجا با MX روبرو میشیم، یعنی مطلبی هستش در مورد MX. حالا اینا چی هستش؟ اینها رو شاید به تدریج بتونیم موشکافی بکنیم که چجوری این آدم اینها رو، سرفصل ها رو به این شکل گذاشته. بعدش هم اومده برای هر فصل یه عددهایی رو گذاشته و در زیر اون عددها نوشته و بعد هم عددها کفاف نداده، اومده یه خط کشیده و اینها رو نوشته. اینها جدیده دیگه، اینها برنج صحیفه ده. حالا اینجا این صفحه خالیه، گفته که این در کل این چیزی که متن نوشته شده این در صفحه 11 هم دوباره نوشته شده بوده. و Türk şehitlerinin cesedlerini yedikleri، اینجا یه مطلبی نوشته در صفحه 19 و یه چیزی جا مونده، اومده در صفحه قبلی نوشته که آقا این هم، البته اینجا میبینیم این 119 صفحه واقعا هم شاید 119 صفحه باشه، برای اینکه در هر صفحه یک صفحه رو سفید گذاشته، یعنی صفحه سمت راست صفحه رو نوشته ورق زده و صفحه بعدی که سمت چپ سمت راست دوباره میشه اون رو، ببخشید سمت چپ رو نوشته، وقتی ورق رو برمیگردونید یه پشت اون رو نمی نویسه، خالی میمونه. اینم از اینجا، اینم یه چیزی که الان متوجه شدم. دوباره اینجا میبینیم که جنجلی بیر فرار کتابسی یا مزار کتابخانه‌سی، جنجلی بیر مزار کتابسی. حالا اینا رو ببینیم اینا چیا هستن، اگه بتونیم بخونیم. فکر می‌کنم که کتاب سختی نباشه برای خواندن. بعضی از صفحه‌ها خیلی سخت نوشته شده، شلوغ نوشته شده، ولی در کل میشه این متن رو خوند. این متن همونطور که عرض کردم جدید، تاریخ هم که خودش زده جدیده. اینجا رسیده در صفحه 44 یه متونی رو نوشته با ای اسکی تürkülerde ماتم رنگی. دوباره در پایین اسکی تürkülerde موبیلجیلان یا موبیلجیلیک. حالا اینجا ای با علامت ای اینها رو مشخصه و بعد خط زده. گفتم این چرک نویسه. در نتیجه ما با اصل مطلب نویسنده مواجهیم و نویسنده خودش اینجا، مثلا ما اینجا میبینیم که آنادولو hükümdarlarından birinin Seyd Hüner Savarliği. سید، حالا این چی هستش؟ سفیر سوارلیی یا سید هنر سوارلیی، این یه چی هستش؟ حالا ببینیم که چی هست، اینو بعداً اگه تونستیم میخونیم. پس ما با یک کتاب اصل، دستنوشته اصلی مواجهیم. احتمالا این فتوکپی از اون اصل باشه. برای چی؟ برای اینکه
این خط‌هایابی یه مقدار سیاه دیده میشه. از اینجا میشه فهمید که این کتاب فتوکپی هستش، یه فتوکپی از اصل کتابه، ولی ما با اصل مواجهیم. یعنی درسته یه فتوکپیه، ولی فتوکپی از اصله، نه فتوکپی از دست نوشته یا ویرایش شده. این اهمیت تاریخی بسیار بسیار مهمه. یعنی هر صفحه این اگه قرار باشه مزایده بذارم، هر صفحه این مونده به مطلبش، مونده به تاریخش، ممکنه که میلیون ها دلار ارزش مادی معنوی داشته باشه. حالا چقدر اون شخصیت نویسنده مشهوره، اونم در قیمت گذاری چنین آثار دست نوشته بسیار بسیار مهمه. اینجا در صفحه 64 ما دوباره با یک متنی، این کاری که انجام داده چرک نویس، این نویسنده انسان شریف الله رحمتش بکنه، وقتی این سمت راست یک پشت صفحه رو خالی میذاره، حالا اگر در صفحه‌ای که میخواد بنویسه یه اشتباهی بکنه، یه چیز رو فراموش بکنه، میاد در همین صفحه توضیح میده و این خیلی جالب هست. سلام انقلابlarimiz. این سلام انقلابlarimiz خیلی چیز جالبی خواهد بود که اینجا با یه شعر احتمالاً مواجه هستیم، یعنی اشعاری رو مواجه بودیم که فکر کنم تموم شد. حالا اینجا من لغت ل آنلان فاطمی یامyamlığı احتمالاً یام هستش، نمیدونم. Şiilikte İslam esaslarından ayrılacağı احتمالاً قرار ileri giden ve hatta içerilerinden biri uluhiyetini ilan etmekten bile çekinmemiş Fatimiler و حالا دیگه بقیه شد برمیگردیم. ساده هست خوندن دستخط رو خیلی پزشکی ننوشته. حالا ما بر سر پزشکا بزنیم که بلکه خطشون رو درست بکنن تا اگه در کتابی نوشتن بتونن نسل‌های بعدی بخونن. Gebris Rumlerinin tarihi canavarlıkları. اینجا جانوار به معنی جانور هستش که در آذربایجان به کار میره، یعنی در آذربایجان جانوار به گرگ گفته میشه و اینجا هم جانوار میگن و یعنی وحشیگری. خیلی این کلمه برای من جالب بود، برای اینکه ما در قرداغ و در جنوب آذربایجان، احتمالاً حتی در آذربایجان شمالی همگوزه آذربایجان هم به گرگ جانوار گفته میشه. خط جالبی هست. حالا با موضوعهای کتاب هم آشنا میشیم. اینجا یک چیزی گرگونج آلگش احتمالاً باشه. گرگونج آلگش. فرانسه krallığının eşk maceralarından bahs eden tarihi bir əsərdə izah edildiğine göre bir isme حالا این چی هستش؟ مدائنın karısına aşık olan یا دا حالا این کلمه چی هستش بعداً میشه خوند. اینها رو خیلی خوب نوشته، یعنی سخت خیلی. اینجا مثلا 3 تا یا شاید هم احتمالاً 4 تا بحث رو فراموش کرده بوده، خط کشیده برده اونجا و گفته که این هستش. احتمالاً این 3 تا اینجا دیده میشه، احتمالاً اون 4می رو عدد 2 گذاشته که احتمالاً یه جایی این عدد 2 رو نوشته باشه. دوباره با چند تا انگار شعر هستش روبرو هستیم. یعنی اینجا احتمالاً مثل یک نمایشنامه هست، احتمال میدم یه چنین چیزی باشه.
Bu sözleri kim söylüyor? Bu cüzü kim veriyor? Bu haberi kim verdi؟ Bu نه zaman geldi. این چی هستش؟ حالا اگر شد من اینجا رو میخونم. gözyaşlarıyla anlattılar. این حالا یک کتابی رو قبلا صحبت کرده در اینجا که به اون استناد میکنه و اینجا یه چیز رو صحبت‌هایی از اونها رو نقل قول میکنه. نقل قول ها رو داخل گیومه قرار میده که مشخص باشه که اینها رو چه کسی گفتن. دوباره اینجا آخر همین صفحه میبینیم که یه خط کشیده برده دوباره بعد عقب گفته که 220. sahifedeki ikinci Mersiyen'ün ilk qət'əsi 4 qət'əsi de şöyledir. حالا اینجا ilk 4 قطعه رو اینجا می نویسه 1 2 3 4 شماره هاشو گذاشته. یعنی بعضی از کتاب ها رو هم اینجوری داره اینجا معرفی میکنه. این هم جالب ده. çok güzel bir şeydi. اینجا اومده فهرسته در صفحه 117 118 و 119 120 اومده فهرست مطالبی رو که در این کتاب نوشته بود آورده بر اساس صفحه ها. اما دوباره وقتی برمیگردیم، حالا برمیگردم صفحه اول. اوکی، اینجا ما B C D E F G رو نداریم، ردیف رو قاطی کرده و احتمالا یک حرف رو میخوام ببینم که مثلا آیا یه حرف رو تکرار کرده یا نه. مثلا یو رو دارم میبینم، یو کوچیک و یو بزرگ رو انگار نه، یو رو مثلا به این ترکی الفبای ترکی هستش. این برای اینکه ش رو میبینم، ا رو میبینم، ا رو میبینم، چ رو میبینم، ژ رو میبینم، یو رو میبینم. اینها الفبای جدید ترکی رو اینجا گذاشته. و خب برگردیم دوباره. تاریخ منقبلر احتمالاً لغتی باشه، بر اساس لغت. انگار که مثلا این انسان شریف تلاش میکرده یک چیز بنویسه، یک دایره المعارف بنویسه. حالا در همه صفحه ها چه بخوایم چه نخواهیم مجبوریم این طرف ببینیم، این طرف هم میمونه زیر این چیز. 12 چارشاف تاریخی بی یه ایکس هم گذاشته، اولش یه دایره تو خالی همه اینها گذاشته، آخرش هم یه ایکس گذاشته و یه بی بزرگ نوشته. داخل گیومه تستر kelimesinin ya kelime anlaşından dolayı bizde çarşaf İslam kadınının dini kıyafeti zahir edilir. من دارم اینو ظهیر خوندم، به نظرم میاد که این قیافتی احتمالاً زن edilir، برای اینکه این نون رو احتمال میدم در کتاب قبلی با این دستخط مواجه شده بودیم. ذات و نون، حالا این یه حالت ه بر ر رو میچسبونه و هم مثل نقطه هست، نون و چیز هستش. این اون مفهوم رو داره. در دستخط‌های بسیاری از دستخط‌ها ما این رو میتونیم تشخیص بدیم. حالا اینجا من هم فکر کردم که زن edilir و işte bundan dolayı bir taassup mahsuli gibi gösterilir. Bu telakki tamamıyla yanlıştır. yanlış رو نون رو با کاف نوشته، اینجا میاد yanlıştır و یا نه. حالا اینجا یه کلمه جدیدی نوشته که از ریشه لاتین هستش.
حالا احتمالاً سوسیولوژی باشه اینجا و یا نه احتمالاً حالا من اگه سن بکنم سنکولوژی یا سنکسولوژی یه چنین چیزی میشه خوند. حالا این یا جمعیتی اعضاسیندن، حالا این احتمالاً سوسیولوژی اگه سوسیولوژی باشه دوباره اینجا ما با این دستخط با این حالت هره آخرش هم چسبیده باش یه مقدار مشکل خواهیم داشت، ولی میشه به دست آورد این رو. بذار ببین اعضاسیندن دکتر، یه اسمی رو اینجا نوشته به لاتین که نمیتونم بخونم، حالا فننتیشن احتمال آلمانیه. خب داخل گیومت دوباره یک اسم دیگری رو نوشته اسمیله فراجسنف خارج جیت تهاجم ادلب. حالا اینجا فرات اینگار فرات جیه یا این خراج جیه نمیدونم چون اسمیله با این دوتا اسم تهاجم ادلب من 957 tarihinde پارسته نشر اولونان پاریس باید باشه، اینم پاریسته نشر اولونان پارسته. پارس به معنی ایران نیست در اینجا، فکر نکنم ایران باشه، فکر کنم بیشتر منظورش پاریس باشه. پارسته نشر اولونان Ajing 116-117. sayfelerinde verilen izahat اینم ایزاهاته verilen. حالا این وریلن درسته، اینجا ه رو اونجوری نوشته، این وریلنه قطعا به این شکل باشه، ولی در اون بالا اون کلمه‌ای که ریشه چیز داشت و هنوز نتونستم بخونم که اون رنکولوژی یا رنکولوژی یه چیزی باید اون باشه، نمیدونم اون چی هستش. من با این لوژی ها خیلی آشنا نیستم وگرنه میشه حدس زد چی هستش و اگر این اسم رو بشه خوند باز میشه در آورد. البته گوگل هم میتونه در اینجا در خوندن این اسمها به ما کمک بکنه. حالا این گوگل رو چه کار میکنیم برای اینکه این رو بگیریم؟ من حالا دوستانی هم که اگه ندونن این رو اگه بتونن بخوان یاد بگیرن که چطور ما یه متن فارسی، عربی یا انگلیسی رو که بلد نیستیم میتونیم، حالا یا دارو هست یا هر چیزی، میتونیم عکس بگیریم. من الان از این یه عکس میگیرم اینجا، مثلا میارم نزدیکتر اینجا، این رو یه عکس ازش میگیرم. حالا میرم گوگل رو باز میکنم، گوگلی که برای چیز هستش. در گوگل اگه باز بکنیم اینجا یه میکروفون هست و یک علامت اینجوری، روی این علامت میزنیم، این کامرا هستش، این کامرا باز میشه. حالا در اینجا به ما امکان میده که هم عکس بگیریم یا اینکه عکس رو انتخاب بکنیم. اینجا عکس انتخاب هست، اینجا عکس رو میگیره، یعنی ما میتونیم از اینجا هم این عکس رو بگیریم، این خودش عکس میگیره و بعد حتی میگه که سلکت کن تکست رو، میتونید تکست بکنید، ولی من حالا این رو میرم از اینجا بر میدارم و اینجا میام سلکتش میکنم، یعنی اون قسمتی رو که میخوام برای من بخونه این رو برای من میخونه. مثلا اینجا اینجوری، خب من اینجا اینو با رنگ آبی نشون میده، انتخاب کردم. حالا اینجا این زیر متنی که انتخاب کردم رو برای من نوشته، بو تلقی تمامیل یانلشتی و بو و بانا اینجا بانا یعنی بنا به کلوژی، احتمالاً به کلوژی یا نه به کلوژی، اینو کلوژی خوانده. حالا جمعیت اعضاسی ریچارد روینسون اسم اول بود که نتونستم من بخونم، اینجا خوند و دیگری
History de la vie حالا اینجا میگه که it does not match. حالا بذار ببینیم چی میگه. بقیهش رو نخونده متاسفانه. میگه که does not match، این چیز نشد، درست نشد. حالا اینم هیستوری، یک کتابی هست احتمالا این آدم ریچارد لوینسون یک کتابی نوشته به نام هیستوری دلا، فرانسوی هستش، وی سکشوال. حالا کتابی در مورد سکشوال اینا نوشته که میگه خب اینم از این رو هم اینجا من این یه چیزی بود که 2-3 ماه شایدم بیشتر یاد گرفتم. این رو اینجور چیزها رو میشه از طریق اینها یاد گرفت. البته این کتاب رو هم خوند، جالبه این خط رو خوند. معمولا این خطهای فارسی چیز رو ترکی رو نمیخونه، بلد نیست بخونه، ولی امروز این رو خوند. من اگر حالا این رو یه بار دیگه این کار رو بکنیم، بریم گوگل رو باز بکنیم ببینیم کل صفحه رو میتونه برای ما بخونه یا نه. دوباره عکس نمیگیرم، این بار میذارم اینجا خودش میاره کامراشو. من دیگه اینجا کل این متن رو میذارم داخل کادری که گذاشته بود، ببینیم که برای ما چی میگه. نه میگه انتخاب بکن. خب منم اینا انتخاب میکنم، حالا که قرار باشه انتخاب بکنیم. تا آخرش رو انتخاب کردم و میذاریم ببینیم که چی میگه برای ما. تاریخی تستی، تستر رو تستی نوشته. این در اون بالا ما این رو تستی خوندیم، تستر. اینجا تستی گفته. کلمه سمنان حالا فارسی کرده، نه نمیتونه بخونه. اینها رو اومده بخشی از این رو تبدیل کرده به فارسی. تجربه منم همین رو نشون میداد که نمیتونه کلمات رو تشخیص بده. حالا میگه در اون صفحه های اون کتاب، صفحه 116 و 117 اینجی صحیفelerinde verilen izahat'a göre çarşafda haremde çok eski şeylerdir. Hatta tarihin ilk devrelerine dayanır ve her ikisi de erkek kıskancılığının mahsulleridir. Eyni eserin 110. sayfasındaki izahate göre de çarşafa sırfen selamet esasleriyle hiçbir alakası yoktur. حالا این اومده یه چیزایی رو تسترین İslamiyet'teki mahiyeti mevzuimizle alakadar olmadığı için biz şimdi burada yalnız çarşafın Türkiye'deki eğlenceli tarihinden bahs etmekle iktifa edeceğiz. Bu meseleye حالا نگاه کنید به مسئله چادر که در ایران به ترک‌ها و دیگر ملل حتی احتمالاً تحمیل شده، نمیدونم کدوم ملت ها تحمیل شده. حالا این رو اینجا داره از یک دیدگاهی میگه فلان کس حمله کرده، گفته که این فلانی نیست، میگه من میخوام اینو تحلیل بکنم. خب این از این صفحه حالا یه مقدار خوندیم، بریم صفحه، چون من میخوام این کتاب رو ببینم چقدر از 39 دقیقه تا الان گذشته، ما فقط یک صفحه خوندیم. خب من برم صفحه، از هر 25 صفحه یک چند سطر رو بخونیم که جلدهای بعدی رو هم بتونیم ازش یه دیدگاهی داشته باشیم. خب اینجا در صفحه 25 هستیم. Var olunca gözünden düşerdi. Mesela kışın en şiddetli dövründe yaz sıcağının çilengi ister.
yazıcının çilengi ister. Bulup getirseniz ağzına beyle almazdı. Ayrıca hala ince ya ayrıca maçga ya palastaki bir gece اینجا آ نیستش این احتمالا علامت تعجبه گذاشته almazdı علامت تعجب bir gece maçga palastaki dairesinden این palas ihtimalen منظورش İngilizce kelime İngilizce palace İngilizce به کاخ به سرای در ترکی در انگلیسی به سرای ترکی گفته میشه پالاس این پالاس رو پالاس اینجا نوشته فکر میکنم که همون باشه bir gece اینجا حالا یک چیزی نوشته چگه ماچگه آچگه یا هرچی هستش پالاستکی dairesinden saat 1'den sonra birinize döndürme bir dize ihtimalen başı bir dize dondurma hemen dondurma istedi. Biri bize bir denze. حالا این bir denze yani dize یه مقدار dize döndürme istedi. O saatte oraların bütün döndürmecileri kapalı olurdu. Kendisi bunu bildiği ve hatta o gecede söylendiği halde ahval ısrar etti. Arzusunu yerine getirmek için hemen dışarı fırladım. Dışarı fırladım diye این تو ترکی خیلی زیاده یعنی به سرعت رفتم دویدم شاید اتومبیله تا pangalideten birkaç türlü dondurma getirdim. حالا این از کجا بود پانغالی این اومده حالا یه چیزایی روی خاطراتی رو انگار نوشته dondurma getirdim. Kaşığın ucuyla biraz tadar gibi yaptı. Tadmak yani dadmak. ما هم میگیم دادا رو دادی biraz دادی در این حال که دادmak خود داد و تات به معنی شیرینی هم هستش tatlıdır همونه tadar gibi yaptı. Yani مثل مثلا اینو مزه کرد انگار که مزه کرد Duran buzdu güzel kaşlarını çattı. Hala dodak ihtimalen dodak اینجا dodak büzdü yani این قاف رو مثل واو و یه ه به اون چسبونده نوشته این دوداق büzdü büzmak yani اینجوری مثلا büzdü güzel kaşlarını çattı اینجوری هم کرد kaşlarını çattı حالا نمیدونم به فارسی چی میشه kaşlarını çatmak اینجوری مثلا اخم کرد نیست این اخم کردن نیست kaşlarını çattı bu çok soğuk bu çok soğuk گفتش که خیلی سرده bu çok soğuk ben bunu حالا اینجا این بنه حالا اینو یواش یواش متوجه میشین که من درست خوندم ben bunu yiyemem bu kadar soğuk dondurma olur mu hiç اینقدر هم حالا dondurma میشه بستنی در فارسی نمیدونم چرا گفتم بهش بستنی بستنی نمیدونم چرا از بست ساختن اینو تنی اما از بهش اضافه کردن حالا این دیگه بریم صفحه 50
این کتاب 25 بود بریم 50. یه مقدار هم از صفحه 50 بخونیم ببینیم چی هستش. در صفحه 50 اینجا این 49 50 Heyranlıklarını tarihe aks ettirdikçe de tereddüt etmemişlerdir. یعنی حالا من نمیدونم بحث قضیه چیه ولی این رو خیلی خوب اینجاشو فهمیدم. میگه که یه کسی یه چیزی میبینه یا میخونه خیلی متحیر میشه، حالا میخواد این رو خودش رو انگار که تو تاریخ زیسته، تاریخ داره بنویسه تو دل تاریخ که در تاریخ اینجوری بوده. این چیزی که در ایران اتفاق میفته. در ایران انسان ها هیچ توسعه عقلانی نیافتن. انسان ها مثل انسان های اولیه هستن در ایران. نگاه کنید مثلا من یادمه اولین بار که من سینما رفتم در ایران، خب خیلی جوان بودم، شاید 14-15 سالم بود، نمیدونم. رفتم سینما مثلا دیدم که فیلم احتمالا ژاپنی بود، یادم نیست. مثلا اون آرتیسته، میگفتن آرتیست دیگه، حالا هیچ کس نمیدونست که نقش اول، نقش دوم، نقش اول مثبت، نقش اول منفی و اینها. حالا میگفتن آرتیست و خائن، به دو قسمت تقسیم کرده بودن بر اساس ذهن خودشون دیگه. اون اولیه مثلا خواهرش رو دستگیر کرده بودن، مثلا دهنش رو بسته بودن، اینا میخواست بره نجات بکنه. وقتی اون میدوید خواهرش رو نجات بده، اینا دست میزدن، یعنی انگار که دارن اونو تشویقش میکنن، اون زنده است. هنوزم فکر میکنم همینه، تصور خاصی از اینکه این سینماست، این تلویزیون، این چیزه ندارن. برای همین میگم انسان‌های اولیه هستن، درک درستی از وضعیت و جامعه ندارن. وقتی تو سینما دست میزنه، این فکر می‌کنه زنده است، داره تشویقش می‌کنه، بارکالله گاشتینم بازو نجات بیار مثلا. یعنی بین واقعیت و خیال و چیز نمیتونه فاصله قائل بشه. همین در تاریخ ایران هم هست. ایرانی‌ها وقتی یک کتاب رو میخونن، یه رمان، من خودم این کارو کردم. من مثلا یک کتاب داستان بود، اولین کتاب شاید داستان ایرانی بود که مثلا خوندم در مورد گذشته. حالا این مثلا میرفت با شیر میجنگید و اینا، و حالا خودش هم قش میکرد، حالا تصادفی شیرم افتاده بود رو شمشیر، این مرده بود اینا. مثلا من فکر می‌کردم این تاریخه، خیلی سالا فکر می‌کردم تاریخ خوندم، در یه داستان خوندم، یه رمان خوندم که حافظه ذهنی اینه. حالا ما در ایران انسان‌های اولیه هستیم. یعنی چی؟ هر چیزی رو که تو کتاب فکر می‌کنیم می‌خونیم، فکر می‌کنیم این تو تاریخ هم بوده، به تاریخ نسبت میدیم، در حالی که تاریخ اون نیستش. این ذهنی محصولات ذهنی یه آدم مدرنیه که امروزه این رو تصور کرده نوشته، در گذشته اصلا این اتفاق نیفتاده. بر اساس همین ها هم تاریخ میسازن، الان فیلم میسازن، سریال میسازن، یعنی ذهنیات امروز خودشون رو نسبت میدن به گذشته. اینگار که در گذشته هم مثلا ساختمان هایی که ساخته میشه بسیار باشکوه‌تر از امروزی بوده. نگاه کنید فیلم ها رو نگاه کنید، اینها فکر میکنن در گذشته ساختمون هایی که ساخته میشه بسیار باشکوه‌تر از ساختمون های امروزی بوده. شهرها باشکوه‌تر بودن، آبیاری و اینها گلکاری و اینها، از این یه چیزایی اونجا ایجاد میکنن که آقا اینها ثمره جدیده، گلکاری ثمره جدیده. در گذشته گلکاری نمیکردن، در گذشته آسفالت و نمیدونم سنگ فرشین ها نبوده، نمیشد اصلا انجام بدن. ولی خب ما اینها رو الان حالا این رو خواستم اینجا بگم که انسان ها در ایران انسان ها با ذهنیت اولیه هستند و این نشون میده که از تمدن بشری و درک بین، اینو میخوام بگم، در بین درک واقعیت و افسانه، تاریخ و افسانه و خیال نمیتونن تفاوت قائل بشن. افسانه و خیال رو عین واقعیت فرض میکنن، در نتیجه یه جوری به اینو بهش میگن رومانتیسم دیگه، به یک نوع رومانتیسم در لاتین میگن رومانتیسم. در ترکی اگه بخوایم بگیم میگیم که bir نوع güzelliğe vurgun olurlar.
حتی وورگونچلوخ بهتر از گزلق هستش. وورگونچلوخ یعنی نمیدونم اینو به فارسی چجوری ترجمه کنم، یعنی به یک نوع به یک ادبیات و تصویر وورگونچلوخ دارن. سفرینه به ذات اشتهان اتمسه احتمالاً اتمسه آنونیم بیر مؤلف. حالا اینجا دیگه این آدم اون تحصیلات اروپاییشو ظاهرا در اروپا تحصیل کرده بوده، از دستخطی که نوشته به لاتین معلومه که این آدم لاتین رو خونده و همینطور از کلماتی که در نوشتنش استفاده میکنه ما میفهمیم که این آدم در اونجا درس خونده، در نتیجه اونجا رو حالا به اینجا داره تطبیق میده یا اینجا رو به اونجا داره تطبیق میده. مثلا آنونیم یعنی که مثلا مجهول. آنونیم بیر مؤلفین لاتینجا یازدقی. حالا یه آدمی که اسمش مشخص نیست، آنونیم بیر مؤلفین، یه مؤلفی که آنونیم هست یعنی مجهوله، اسمش معلوم نیست، اون لاتینجا یازدقی. حالا اینجا چی هست؟ این کتاب رو دوباره میشه گوگل رو راه انداخت و این کتاب رو هرچی هست گفت. اسمیندکی اهل صلیب احتمالا صلیب باشه. اهل صلیب tarixinde eski Türklerin şücaatleri qara zikirler ile qabiliyetleri de şöyle izah edilir. حالا در اونجا پروفسور اسمش هم آورده، یه پروفسوری لاتینجا متنیله برابر نشت اتیگی، یه کتابی که حالا اونم دوباره نشر کرده اسمindeki فرانسیزجا ترجمه‌سی 1924 پارس، دوباره این پاریس ننوشته، پارس همون پاریسه، طبعی صفحه 51. اینم از اینجا. حالا چی گفته اون آدم در اون کتاب، اون پروفسوری که اسمش هم نتونستیم لاتینی بخونیم؟ اون گفته که ترکlerin yüksek zekalarını و حالا اینجا یه جنگاورلیک. حالا این جنگاور رو این نون رو میشه خوند، بعد این رو یه مثل ه و یه این رو رفته بالا اومده اینجا. من همینجا فکر من جنگا، اینجا جنگا باشه، این گا و جنگاورلیک qabiliyetleri ile şücaatlerini tasvire cüret edecek derecelerde alim ve hakim olduğu kim iddia edebilir. ببخشید. حالا نگاه کن این یه چیزی که میخواد بگه که یک کتابی نوشته یه فیلسوفی و اونجا گفته که آقا اینا دیگه شرق ile غرب bu noktada متفقdır. Mesela miladın 9. asrında yaşamış olan meşhur Arap müellifi Cahiz داخل پارانتز این رو نوشته برای اینکه نه اینکه داخل پارانتز اسمشو داخل میخواسته حالا اینجوری برجسته بکنه. جاهزده eski Türk zekasıyla basiretini şu ظریف جملesiyle تصویر etmiştir. حالا اینو اسمشو دوباره یه لاتین اینجا یه اسمی نوشته، گفته که این هم به یه چنین احتمالاً اون جمله بالایی رو این نوشته یا بالایی رو نه اون بالایی رو اون نوشته بود. حالا این جاهز کجا نوشته؟ بذار ببینیم. 1947 پاریس طبعی صفحه 28 یا 8 میتونه 8 باشه. Türk'e gelince onun 2 çift gözü vardır. میگه دو جفت چشم، 4 چشم داره. این عرب جاهز گفته. Türk'e gelince onun 2 çift gözü vardır. Bir çifti önde, öteki digeri de başının arkasındadır. اون دو چشم دیگرش هم در پشت سرشه. öteki آن دیگری öte جلو هستش ولی این رو اینجا به این معنی به عنوان دیگری به کار میبره.
Eyni əsərin 9-cu səhifəsində də caiz bir çox qabiliyyətləri cəm edən əski türki şöyle tasvir etmektedir. چی گفته جاهز؟ گفته که o tek başına bütün bir cemiyet demektir. خیلی جالبه. ما چقدر این اعتماد به نفس ملی رو از دست دادیم. نگاه کن. ترک میگه ترک o yani Türk tek başına bütün bir cemiyet demektir. او به تنهایی مثل کل یک جمعیته. میلادın 12. asrında yaşamış olan meşhur Antakiye Yakubi Petragi Siryani Mikail. حالا این سریانی هم میکائیل گفته می شده در قیمتلی Vakayı namesinde bu eski Türk'ün meziyetini şöyle anlatır. نگاه کنید. حالا فرانسیزce دوباره اینجا اسما رو نوشته. اسمindeki حالا اون ترجمه هست. ترجمه‌سی جلد 2 1905'te چاپ olup پاریس طبعی صفحه 152. حالا اینا خیلی نقطه های جالبی رو Türkler hayatlarını teşkilatlariz vaqda gayet aqilli ve mahirdirler. Türkler hayatlarını teşkilatla zırır vaqda ya حالا اینجا این کلمه تشکیلاتla zirvekte gayet aqilli ve mahirdirler. خب اینجا bunlar gibi daha birçok حالا من این دیگه اون حروفی رو که نمیتونستم بخونم رو دیگه باهاش آشنا شدم. با این دستخط خیلی آشنا شدم. çok şark ve garb mənbələrində eski Türk zeka ve dirayetinden hep heyranlıkla bahs edilir. دیگه حالا اومدیم تا صفحه 52 رو هم خوندیم. بریم صفحه 75. حالا این 75 که بیان اینجا یه چیز هستش دیگه. حالت شعره. ببینیم این چی هستش. حامد براده حالا احتمالا این چی هستش خونده نمیشه برای اینکه ناقص خوندم دیگه. براده Mısra'ın kelimesini قصرسın kelimesini تماشا تئاتر این داخل این کلمه نوشته. اون کلمه‌ای که اینجا نوشته بوده مثلا دارم من میخونم مسرهن احتمالاً یک کلمه هست در ترکی. یک اصطلاح تخصصی هست. مسرهن kelimesini تماشا bir tamaşa manasına bir de tiyatr manasına in ihtimalen مسرح یا کلمه مسرح رو به دو معنی به کار بردن. یکی به معنی تماشا که در آذربایجان به کار برده میشه و تئاتر در ایران فارسی به کار برده میشه. احتمالاً در ترکیه هم به کار برده بشه یا نشه نمیدونم، ولی اینجا گفته تئاتر. احتمالاً در همونجا در غرب اینها رو به کار میبردن. مزامینه گلانی به این دو معنی به کار بردن. مسرحین رو در اروپا احتمالاً حالا دیگه میگم میشه این رو در بالا خوند و فهمید که چی هستش. مثلا çocukken orta tahsilini Paris liselerinden birinde yaptığı için bu sefer sefaret B اینجا حالا یه B گذاشته
تبلیکلی ikinci دفعه. حالا این سفارت بی تبلیکیله یا تبلیغیله احتمالا باشه، اینجا تبلیکیله تبلیغیله ikinci دفعه gitmesen oluyor ve نسترنی işte orada yazıyordu. حالا یک کتابی نوشته به نام نسترن یا شعری نوشته به نام نسترن، اون رو اونجا sonra yazıp این پاسوده احتمال همین باشه. sonra yazıp نسترن یه جداگانه نسترنی eyledim tecrübe şiiri kehani yani Türkiye'de olan vezni hica ki olur masrehen için tarz beca. حامد burada احتمالا اسمش حامد بوده، من اون که گفتم نمیتونم بخونم، حالا من اینو حامد میخونم. حامد burada مسرحن kelimesini تماشا tiyatr manasına kullanıyor. Paris'te yazdığı Nesteren'de uruzun yerine hicaveznini menzum piyes در نمایشنامه. اینم انگلیسیه، متنی که برای نمایشنامه نوشته میشه پیس خوانده میشه. پیس تکینگینه تطبیق etmesi her halde. حالا تکینگینه یعنی اونا benzer. Tatbik etmesi her halde Fransız ve veznlerinin tayidiyle ya tesiriyle alakadar olmak lazım gelir. Zaten kendisi de Paris'te aldığı tesirleri işte bu noktadan itibaren şöyle anlatır. حالا چی میگه بذار ببینیم. آنده یعنی گرنه‌ای. گرنه حالا چی هستش داخل پرانتز نوشته آنده، گرنده. آنده گرنه لا راسین لره موسلر. حالا اینجا دیگه اینها چیز هستش، نمیدونم آهنگ چی هستش، من اینها رو نمیدونم. گرنه، راسین، موسه، اینها یه چیزایی که علامت ترکی رو بهش اضافه کرده، در داخل پرانتز اینجا رو نوشته و بهش اولی گرنه ل راسین لر موسه لر. حالا دکتر هوگو احتمالا ویکتور هوگو باشه. ویکتور اینم دکتر خوندم من، ویکتور باید باشه. حالا که این ویکتور هوگون ویکتور هوگون ولتر نوشته. مولیر. حالا اینا دیگه رفته اونجا. ایلیوب ارسین کمالات باخا یا baga eczemi kıldılar ispat bana. Bunların şiirine ettim dikkat, ya hakikat idi yahud hikmet, hem de gayetle tabii ve salis. Cah tesirde manende nis. Fransız edebiyatı genç Hamid'den ilk önce gözlerini kamaştırıyor. Fransız edebiyatı genç Hamid'den ilk önce gözlerini kamaştırıyor. Bu edebiyatın azameti o tecrübesiz genci ya'se düşürüyor. Geldi heyret bana, kaldım mahsur. Düşünüp kendimi oldum meftur.
nihayet büyük ruhun milli bir cümlesiyle birdenbire ihtimalen başı birdenbire Garb terzini Türk edebiyatına sokmak kararını veriyor. حالا نگاه کنید من اینجا یه چیزی با خوندن همین جمله نگاه کنید چه چیزی به ذهن شما میاد. سلام علیکم عزیز جان، حالت چطوری؟ خوبی؟ Nihayet büyük ruhun milli bir cümlesiyle birdenbire ya birden bize ihtimal birdenbire باشه این درسته birdenbire غرب terzi داخل گیومه چه چیزی به خاطر شما میاد؟ غرب terzini Türk edebiyatına sokmak kararını veriyor. غرب زدگی نگاه کنید غرب ترزی. آیا جلال احمد از اینجا گرفته این رو؟ buna taklid denilen cürrüm ya ceddüm bu اینجا اون چیزی که من اونجا بخوندم به انگلیسی این نا هستش در اینجا مثل ب نوشته. بونا تقلید دلکن یا دلدن یا دلن جردم یا جدم که نمیشه جرم احتمالا کشیدن به معنی جر هستش کشیدن. başka bir yolda yazar ki ceddüm. حالا دوباره جدم نوشته. buna taklide dinleken ya dinleken ceddüm. Başka bir yolda yazar ki ceddüm. Eyleyüp yasiyle bir gün cüret terz garbi dedim olsun adet. O zaman yazmasaydım sahrayı kitabı nevişte بوده صحرا. O zaman yazmasaydım sahrayı keşf edilmişçe iki dünyayı. اینم ینگی باید باشه ینگی dünyayı. اینو باید اینجوری بخونیم کشف edilmişçe ینگی dünyayı. Fakat nestlerinde zulmün ve zalimin aleyhinde bulunmasın olması o hususida alınganlık etmesin olan Sultan Hamid'in Abdülhak Hamidi غزل etmesiyle azl etmesiyle خیلی جالب شد. O hususda alınganlık etmesi olan Sultan Hamid'in Abdülhak Hamidi azl etmesiyle neticelendiği için Hamid İstanbul'a gelip 2-3 sene ma'zul kalıyor. Geldim İstanbul'a. Tarık çıktı. İhtimalen Tarık çıktı ya Darık çıktı. Dar çıktı ihtimalen. Darık çıktı. O zaman tab'a mevani çıktı. O zaman tab'a muvafık çıktı. 2-3 yıl kadar ettim siyahat ihtimalen اینجا باید بخونیم ساحت یا راحت هم میشه خوند. 2-3 yıl kadar ettim rahat که o اسناده bulup bir fırsat تزری یک کتابی نوشته به نام تزر یا تزار احتمالاً تزار خونده نمیشه اینجا تزره ولی خب میشه به احتمالاً این رو تزار رو به این شکل هم نوشت. تزر اشبر حالا یه چیزی به نام تزر نوشته و یه چیزی به اشبر نشر ettimdi. Bunları hiç de beğenmemişti.
بگن من میشمدی بگن من میشمدی. خب دیگه بقیهش رو نخونیم. حالا اینجا این شیدایی و واله به غرب بودن رو به خصوص به خاطر اینکه حالا عبدالحمید هم این رو، عبدالحمید ثانی این رو از کار برکنار کرده، عزل کرده دیگه. حالا این همون چیز، خیلی ماجرا خیلی آشناست برای من. این همون چیزیه که این اون کسی که روزنامه قانون رو چاپ میکنه، میرزا ملکم، اون میاد از ناصرالدین شاه درخواست میکنه که مجوز برپایی لاتاری در سراسر ممالک محروزه رو به من بده. اینم نمیده. این برمیگرده میره بر علیه این چیز بکنه. جالبه اون که میگم ایرانی ها عقل انسان اولیه رو دارن، هنوز انسان اولیه هستن. باور کنید همینه. در اینترنت یکی مثلا پهلوی یه چیزی گذاشته، آقا میان یعنی عقلشون نمیرسه آنالیز بکنن. عقل آنالیز هنوز نرسیده در ایران. انسانی که در ایران هست هنوز به مرتبه عقل آنالیز نرسیده. مثلا حالا مثال دیگری که ازش بزنم، میرزا ملکم میاد از ناصرالدین شاه درخواست میکنه که آقا اجازه بده من لاتاری رو، همین که در ایران به بخت آزمایی مشهور بود و بعدش هم نمیدونم چی شد، بعد از انقلاب هم یه چند سال بعد سال 70 اینا به راه افتاد دوباره. اسمش بود یه چیزی یادم نیست، که شما یه بلیت میخرید، قرعه کشی میشه، اگه به شانستون در بیاد یه پولی دریافت میکنید. حالا میذارن اسمش مثلا اینقدر پول. در کانادا هست، در همه جا اینا به اسمش لاتاریه. در همه جا هم لاتاری گفته میشه. در ترکیه هم لاتاری گفته نمیشه. در ترکیه هم اکرام گفته میشه انگار. نمیدونم به اون پول اکرام میگن. حالا نمیدونم خود بازی چی هستش. اونم من یک سالم در ترکیه این رو خریدم. نمیدونم چرا شانسم نبود. امیدوارم که شانس به من برگرده و برنده بشم یه روزی. حالا میرزا ملکم اینو درخواست میکنه که آقا لاتاری رو به من، امتیازش به من بده که من در ممالک محروسه این رو اداره هاشو حالا میان از من میخرن، دایر میکنن، من این رو چاپ میکنم، میفروشن، همه یه درصدی به اونها میرسه، پول اصلی به من میرسه، یه کسی هم برنده میشه در این وسط. خیلی سرمایه جدی، میلیاردها دلار درآمد این در کانادا هست، من اینو مطمئنم. بعد حالا در کانادا بهش میگن مالیات غیر مستقیم، مالیات داوطلبانه، ببخشید میگن مالیات داوطلبانه. یک نوع مالیات داوطلبانه است که داوطلبانه پرداخت میکنن اونجا. اون یه مقدار از پول رو یه برنده میبره، یه مقدارش رو کسایی که فروختن برمیدارن، نمیدونم حالا 10% چند درصد اونها برمیدارن، بقیه پول میره در کارمندها و اینها و بعد میره به جاهایی که اون سیستم تصمیم میگیره. اخیراً هم که دست دولت از زمان کرونا به بعد، از 2019 به بعد هم دست دولت بیشتر اینها رو اصلا نمیذاره، این پول ها رو برمیدارن به خاطر حالا هزینه هایی که در دوره کرونا انجام دادن، اون هزینه ها رو بگیرن از اینجا. حالا میرزا ملکم میره، چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عقل ایرانی ها هنوز توسعه نیافته. اینو میخوام بگم. میرزا ملکم خان قهر میکنه، میره به فرانسه احتمالاً، و در فرانسه یه روزنامه ای رو داره به فارسی میخواد منتشر بکنه. یه روزنامه منتشر میکنه که در اون مقطع تاریخی چند نسخه ازش تولید میکنه، چند نسخه از این میتونه بیاد ایران. قاچاقی، حالا میگن قاچاقی اومده، و در اینجا چقدر خونده بشه. در کل چند تا از این روزنامه قانون چاپ شده؟ بذارید من اینجا برای اینکه نمیخوام روزنامه قانون، بذارید من اینو الفباشو تغییر بدم. روزنامه قانون میرزا ملکم خانه، ولی اگه بذار بریم، بله این اینجاست، اومد.
بذار ببینید چی میگه. این روزنامه چند نسخه ازش چاپ شده، جالبه. قانون منتشر شده در 1890 میلادی تا 1898 میلادی. در 8 سال نگاه کنید، میرزا مالکم قهر کرده رفته اونجا میخواد روزنامه چاپ بکنه. ببین چند تا چاپ میکنه در 8 سال. نشریه ایست فارسی زبان که میرزا مالکم خان ناظم الدوله سفیر مستعفی ایران در لندن منتشر میکرد. حالا اینو در لندن، من گفتم در فرانسه، این در لندن بوده. از این روزنامه، البته خودش هم فراماسون بوده، اینم بدونیم. از این روزنامه امروز 41 شماره به جا مانده است. در 8 سال 41 روز، یعنی 8 ضرب در، حالا من اینجا یه کاری انجام میدم، 8 ضرب در 12 بکنیم میشه 100 سال، 196 ماه. حالا 41 رو تقسیم بر 96 بکنیم، به نصف ماه هم نمیرسه. یعنی هر 14 روز 13 روز یک، ببخشید خیلی بد شد، من باید برعکس میکردم. 96 رو تقسیم بر 41 میکردم که بیاد هر 2 ماه و مثلا 3-4 روز یک روزنامه میتونسته منتشر بکنه در 8 سال. حالا میگن آقا این خیلی تأثیر داشته، انقلاب مشروطه ثمره اینه. حالا این به زبان فارسی بوده که در اون زمان زبان فارسی زبان رسمی نبود، زبان اجباری نبود. آذربایجانی ها زبان فارسی رو نمیدونستن، عرب ها نمیدونستن، بلوچ ها نمیدونستن، ترکمن ها نمیدونستن، قشقایی ها نمیدونستن، احتمالاً لرها و گیلک ها و مازنی ها اینها هم نمیدونستن، شاید هم اگه میدونستن خیلی کم. حالا مجموعه کسایی که فارسی رو در کارهای دولت هم کسایی که بودن فارسی رو خیلی نمیدونستن. حالا از اینها چند نفر این روزنامه رو بخونن، تحت تاثیر قرار بگیرن، خیلی بزرگ میکنن و داستان میسازن. مثلا یک کتابی هست به نام یک کلمه، یه ترک نوشته در دوره قاجار. حالا به قدری دروغ میگن که میگن آقا این دروغ وارد چیز شده دیگه، ایرانی باید این رو امام حسین بکنن. روحیه برای اینکه این روحیه امام حسینی گرایی، شهید سازی، مظلوم سازی و مظلوم نمایی و بزرگ کردن هر چیز، اغراق، بخشی از شیعه فارسی هستش. باید یه جوری اینها رو آقا اون خیلی روزنامه 41 شماره از یه روزنامه‌ای که معلوم نیست چند تا صفحه هم بوده، حالا اینجا احتمالاً مجموعه صفحه‌هاشو جمع بکنید میتونید در بیاری که چی بوده. احتمالاً 4 صفحه بیشتر هم نبوده، احتمال میدم، نمیدونم چند صفحه بوده، که مجموعه صفحه‌هاشو جمع بکنی شاید مثلا بشه نمیدونم چند صفحه. این مجموعه صفحه ها میگن انقلاب مشروطه رو این ایجاد کرد. بعد از اون طرف میگن اون یک کلمه، آقا یک کلمه میگن قاچاقی چاپ شده بوده، پیداش کردن بردن زندان در دوره حالا ناصرالدین شاه یا هر کدوم، این رو با این کتاب اونقدر به سرش زدن که این که آدم چشمش کور شده، اصلا داستان نمیخونه. بعد میبینی که حالا من یه نقدی برای همین نوشتم، حالا یادم نیست یه قضیه چی هست. برای همینی که میگم ایرانی ها انسان های بدوی هستند. هنوز به مرحله‌ای که عرب در 1400 سال پیش به جایی رسید که تونست یه فکر بسازه، یه دین بسازه و یک جامعه رو اداره بکنه و یک سیستم بذاره، هنوز ایرانی ها به اون مرحله نرسیدن. فارس زبان ها، یعنی به مرحله‌ای که عرب 1400 سال پیش رسیده بود، اینها هنوز نرسیدن. اینا هنوز با واقعیت‌های جامعه نمیتونن رابطه برقرار بکنن. اینها خیال‌های شخصیشون رو به جای تاریخ، به جای حوادث تاریخی، به جای مکان‌های تاریخی میتونن بذارن. یعنی به جای اینکه واقعیت‌ها رو از تصوراتشون جدا بکنن، امروز به راحتی میتونن بشینن 2 تا عکس ببینن بگن آقا دوره شاه اله بوده بله بوده. من این که دوره شاه رو زندگی کردم حساب نمی‌کنم.
میگه دروغ گفتی. اینو در رادیو، در تلویزیون من و تو بود، کجا بود، یه خانومی داره با یه آدمی بحث میکنه که آقا در دوره شاه هم گفتن که ما رو از اگه قبول نداری قانون اساسی و شاه رو قبول نداری از اینجا برید بیرون، یا اصلاحات شاه رو قبول نداری از ایران برید بیرون. میگه دروغه. یعنی اینقدر اون خبرنگاری که اونجا وایستاده، خبرنگارش که حالا در آمریکا داره زندگی میکنه، احتمالاً سالهاست در آمریکا، احتمالاً تحصیل کرده، احتمالاً چیز، اما وقتی بهشون که آقا اونجا فقیر بوده. من انصاف علیه هدایت وقتی محمد رضا شاه داشت میومد تبریز بره بیمارستان، اون زمان میگفتن چی؟ یادم نیست اسم بیمارستان اون زمان، اسدآبادی شد بعدن، قبلا هم اسدآبادی بود، بعدن هم اسدآبادی بود، نمیدونم. اسدآباد بود در خیابان بهار حکموار، اونجا رو افتتاح بکنه. 6 ماه قبل از اینکه انقلاب بشه اومد اونجا رفت. من یادمه من خودم با زیر شلوار و یه دمپایی پاره پوره رفتم که ببینم این شاه کیه. دیدم از روی یه جیپی بود رد شد، دستشم تکان میداد، لباس نظامی هم به تن داشت. فقر بیداد میکرد. بیسوادی، هنوزم ایرانی ها بیسوادن. یعنی فکر نکنید که ایرانی ها الان باسوادن. الان یه دانشگاهی ایرانی، یه دکتر ایرانی، یه مهندس دکتر که منظور پزشک نه ها، اون که در دانشگاه داره تدریس میکنه و اینا، بگی آقا بیا یه مقاله خوب برای من بنویس. این همه دکترا دارن. ایران بیش از آمریکا دکترا داره، بیش از ژاپن دکترا داره، بیش از آلمان دکترا داره. همین دکتراها رو بگو آقا وضعیت ایران امروز چیه؟ از نظر اجتماعی، از نظر حقوقی، از نظر آزادی ها، از نظر رفتار، از نظر ترافیک، از نظر پوشاک و چیز، از نظر جراحی و همه چی نگاه بکنیم میبینیم که یا اغراق میکنن یا عقب رفتن، یا تفرید یا اغراق. جامعه ایران جامعه متعادلی نیست. جامعه‌ای که متعادل نیست جامعه عقلانی نیست، جامعه احساساتیه، جامعه عقده‌ای هست. جامعه عقده‌ایه. همه انسان ها یا افراطه یا تفریطه. این دلیل بر اینه که جامعه عقلانی نیست. جامعه 1400 سال قبله. هنوز به مرحله تمدنی که مرحله اویغارلق، مدنیتی که عرب ها تونستن یه دین بیارن، یه ملت بسازن، یه ملت رو بتونن به یک حاکمیت سگاری تبدیل بکنن. ایرانی ها همین امروز ما در دوره خمینی و خامنه‌ای میبینیم که آقا این تصمیم داره که با دنیای فلان بسازه بدون اینکه بدونه آقا این ما ملت هم در داخل دارن کلیه هاشون رو میفروشن. دولت داره، مسئولان دولتی، مافیای دولتی داره انسان ها رو در زندان اعدام میکنه، کلیه های اینها رو اعدام میکشه، اینها رو کلیه هاشون رو، قلبشون رو، ریه‌شون رو، چشمشون رو، نمیدونم فلان جاهاشون رو، بیضه هاشون رو برمی‌داره، اینها رو میفروشن. جسدها رو به خانواده ها تحویل نمیدن، اینها رو قبرها رو چیز میکنن، گزارش پزشکی و پزشکانی همش دست میبرن توش. یه پزشک قانونی مستقل وجود نداره. اینقدر این جامعه وحشتزا و عقب مونده است. خب من امروز خیلی دارم صحبت میکنم به جای اینکه این کتاب داره من رو میبره به تاریخ. بریم صفحه آخر این جزوه رو بخونیم. کتاب جالبیه، 1 ساعت و 23 دقیقه. من میخواستم از هر جلد یک چند صفحه بخونم، دیگه نمیشه. حالا این صفحه بریم 100 صفحه 100 هم یک چند صفحه بخونیم و آخرش هم بخونیم و تموم بکنیم این صفحه رو. خب ما تاریخش رو متوجه شدیم که این، حالا بعداً میگم اینو. صفحه 100. خب رسیدیم به صفحه گورگونج آلگش احتمالاً باشه. آلگش، گورگونج آلگش. حالا من اینو آلگش خوندم، ببینیم که این چی هست. برای اینکه این الف لام الف نه آ، بعد لام قاف یه سین و اون حالتی گفتیم مثل ه و ر هست که نون هست. اون آلگش باید بخونیم، اینو آلگن نمیشه، آلگسن نمیشه، این آلگش که باید بخونیم. حالا بذار ببینیم این آلگش چی هست. فرانسه گرالرینین عشق ماجراسنده، دوباره عشق همون
عشق ماجرالنده این kral. من اینو kral باید بخونیم. حالا این kral میگه دیگه. Krallerinin eşk maceralarından bahs eden tarihi bir eserde izah edildiğinde göre bir حالا اینجا یه اسم می نویسه ismin bir ismin adağının karşına aşık olan birinci, حالا اینجا یه اسم نوشته kadının verdiği راندوو. حالا دیگه هم گفتم دیگه غربی زده شده دیگه، لغاتی رو که در اینجا استفاده میکنه همش غربیه، اصطلاحات غربی رو به کار برده. راندوو üzerine bir gece onun evine gitmiş. بله اینم که اون بالا گتمیش بوده، اینم گتمیش. قرآن سوقاجه الا گران، یا اینجا قرآن نمیشه خوند این رو، چون که در خونه اونجا که نمیخوان قرآن بخونن که گراک سوقاجه کاپوسونه. احتمالا گران، من میخوام گرانلق بخونم و اونم نمیشه. یه چیزی گران سوگاجه احتمالا سوگاق باشه، اینم سوگاقن احتمالا سوگاق kapısına yaklaşırken vaziyetten her nakisin haberdar. حالا اینجا یه چیزه her tasıyla haberdar olan tücarede pencereden başını uzatır, avazı çıktığı kadar avazı çıktığı kadar, yani به اندازه که صدش بلنده avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Yaşasın kral. اونجا هم kral باید بخونیم. Kral sokağın kapısına yaklaşırken vaziyetten her tasıyla haberdar. حالا اینجا احتمالا نگهبان این باشه. وضعیتاً ارتاسیک لا اینجا یه چیزی نوشته که این کلمه رو باید تلاش کرد خوند. خبردار اولان تجارده پنجردن باشنی uzatır avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış. Yaşasın kral. Bu müthiş alkıştan halde مشتن اینجا این یک کلمه قصه halde گرگان، اینجا یک کلمه گن احتمالا باید باشه. bu müthiş alkıştan halde میخوام این رو، یعنی اون شاه کرال بخونم. گرا نوشته، هالده احتمال میدم خلاصشه. گرا هالده گرگان birinci، حالا اسمش نوشته گهگهلر atır kaçıp gitmiş. ترسیده فرار کرده. حالا اون گفته yaşasın kral، اینم ترسیده فرار کرده. bu müthiş alkıştan kara halde گرگان گهگهلر atarak kaçıp gitmiş. حالا اینم یه
خاطره از اینجا هستش. بریم صفحه آخر این کتاب ببینیم که اینجا دیگه این 5 صفحه آخر عبارت از چیز هستش. یه پاراگراف آخر اینجا رو هم بخونیم، صفحه 117 پاراگراف آخر رو بخونیم و دیگه تمام بکنیم. Yeki oyunlarda da Karagöz همان احتمالاً این یکی چی باشه نمیدونم یا iki میتونه باشه. Oyunlarda Karagöz همان دائما muhalefet cephesindedir. Onda için onun için ya müstehzi bir burjuvaya ve yahut akli selim ile ikinci derecedeki devlet adamlarının hareketlerini tenkit eden bir halk adamı vaziyetindedir. Mesela polis nizamnamelerinde ortalık karardıktan sonra fenersiz yani بدون این چی بود اسم اون فانوس یه چراغ، من فانوس دارم، حالا اگه بشه اینو خریدیم اینجا فکر کنم دارم اینو بیارم. یه چراغی هست، یک نفتدانی قسمتی هستش که نفت رو داخلش میریزن، اینجا یه دریچه داره که از اونجا نفت رو میریزن، این وسط یه جایی داره که مهره میکنن به قسمت بالایی و این قسمت بالایی هم یه فتیله داره که از دل اون رد میشه و اینجا یه چیزی داره که اینو بالا پایین میکنه این انبارک رو، فتیله رو، و این بالا یه میله هایی هستش که شیشه داخل اون قرار میگیره و یه دسته داره که میگیرن. حالا این بالا هم یه کلاهکی داره که نمیذاره بارون اگه باره داخل این چراغ بشه. اینو روشن میکنن و با خودشون میبرن. اسمش فنره در ترکی، ولی ما در آذربایجان بهش فانوس میگیم اگر اشتباه نکنم، احتمال میدم که همین باشه. Fenersiz sokağa çıkmak yasakken ilk defa olarak ortaya atılması üzerine Karagöz tuçağı bir moler fenerle bir müssiz fenerle احتمالاً یعنی فنری که حالا چیز نده احتمالاً توهاق یعنی همین عجیب. توهاق bir müssiz fenerle perdeye çıkmış ve talimatnamenin fenarede bir mum bulagasına ait hiçbir qeyd ihtiva etmemesinden dolayı hükümeti şiddetle tenkit ettiği halde hiçbir ceza görmemiştir. Gavaslar tarafından این گواس چی هستش نمیدونم، یا گواچیلر، ببخشید گواچی ها دو دستن، یه دولتی هستش، اردوی دولتی هستش، یه اردویی هستش که حالا اینو چجوری توضیح بدم. مردم عادی هستن، جمع شدن، سلاح به دست گرفتن، دارن با دشمن می جنگن. حالا در دوره‌ای که آتاتورک داره کودتا میکنه، در این دوره اینها به گواچیلر نامیده میشه، در مخالف اون مثلا انقلابی ها هستن. مثلا گواچیلر tarafından yakalanıp mülahazesinde haklı olmasından dolayı serbest bırakılınca bu sefer de mumlu bir fenerle ortaya
çıkmış da mumini yakmamıştır. Hala incuri. Her halde Karagöz açık sözlüdür. Gazığa, kılıca ve ipe daima karşı gelmiştir. این gazık ehtimalen zur, kılıç که kılınca yani چیز و ip یعنی حالا ip دار و اینا بسته شدن توقیف دائما karşı gelmiştir. حالا میگه یعنی یه کاراگوز یه شخصیتی هستش، یک نوع نمایشنامه‌ای هستش، در اون یه شخصیتی هستش که حالا در پشت یه عروسکیه، اینجوری براتون بگم، یه عروسکیه در پشت یه پرده قرار میگیره. اینجا یه چراغ هست، پشت اون عروسک یه مقدار با فاصله یه چراغ روشنه. این عروسک جلوی این نور قرار میگیره، سایش میفته روی این پرده‌ای که مردم پرده رو میبینن. بعد این کسی که این عروسک رو بازی میده صدا در میاره. حالا با این عروسک ها اینجا بازی میکنن، مثلا اینجا اونو داره میگه که این شخصیتی که به نام گاراگوز چشم سیاه نامیده میشه داره حکومت رو تنقید میکنه و نه پلیس باش کار داره، نه دولت باش کار داره و حتی نه اون گواچیلر اینو میگیرن، اینا هم بهش آزادش میکنن، میره، کاری باش ندارن. میگه انتقاد به نوعی سربست بوده، اینو میخواد بگه در نمایشنامه. حالا ما قسمت اول این کتاب رو خوندیم، بقیه‌شو دیگه نمیخونم، فکر کنم که کافی هست. حالا ممکنه که اگرم یه جلسه بذاریم فقط از هر کدوم یکی دو صفحه رو ورق بزنیم ببینیم که چه فرق‌هایی با هم دارن یا نه. ولی خب کل کتاب همینه دیگه. این آدم در سال 1964 میلادی نشسته و یه چیزهایی رو در مورد تاریخی منقبلر لغتی، در مورد هر لغتی یه تاریخی رو درباره اون توضیح داده. مثلا گاراگوز چی هست اون رو خوندیم، یا مثلا ترک‌ها، مثلا غربی ها به ترک‌ها چی میگن، یا فلان کس که مثلا حالا اون آدمی که رفته بود در غرب درس خونده بود و برگشته بود، ببخشید سفیر بوده برگشته بوده، اون مثلا چی هست، داره اینجوری. پس تاریخی منقبلر لغتی، لغت هایی که مربوط به منقبه های، یعنی اون منقبه هم گفتیم قبلا خوندیم، حالا یه بار دیگه بخونیم این رو ببینیم که چی میگه. منقبه چی هستش؟ منقبه اینجا هستش، بذار ببینیم اینو انگلیسیشو داره میگه. منقبتون اخرى رأت البارحة جثة لمیس فی الشاهینه. منقبه ما دیروز اینو خوندیم، آورد ما منقبه چی هستش؟ کلمت منقبه یعنی فعلا کریما و مخرة او خصلة حمیده. حالا این یه عمل بزرگوارانه یا باعث افتخار و مفخره او خصلة حمیده، یا یک خاصیت یا یک خصلت نیکو، حمیده نیکو، اینها رو بهش میگن منقبه. حالا اینم اومده یه کتابی نوشته در مورد لغات منقبه، لغاتی که در تاریخ به کار رفته تأثیر داره، اینها رو جمع کرده. خیلی کتاب خوبی هست، در 10 سال این کتاب رو از 1964 تا 1974 نوشته و در 9 دفترشو ما دیدیم، در 9 دفتر جای داده که هر دفتر حدود 100 چند صفحه است، 119 صفحه تا اینجا که ما متوجه شدیم 119 صفحه است. دفترها هم حالا دیگه متوجه شدیم کتاب جدیده ولی خب مسائل جالبی رو نوشته، با اینکه این در دوره‌ای نوشته که زبان نوشتن به الفبای ترکی عربی قدغن بوده، جرم بوده، ولی در اون مقطع ایشون نشسته و با این زبان، با این الفبای ترکی عربی نشسته و
این کتاب‌های نهگانه رو در حدود 1000 صفحه نوشته. روزگار بکام. الله تبارک و تعالی رو شکرگزاریم که این فرصت رو به من داد، این عمر رو داد، دوباره چشم به روز روشن باز کردیم و امروز با این کتاب آشنا شدیم. امیدواریم که در روزهای دیگر هم این عمر و برکت رو بده به ما که با کتاب‌های ترکی بیشتری در تاریخ ترک‌ها آشنا بشیم. روز بخیر، به امید دیدار. الله یارتون.